به نام بخشنده مهربان. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. این لله و انا الیه راجعون. همه ما از خدا هستیم و همه ما بازگشتمان به سوی الله هست. همدردی خودم را، تعزیه خودم را، تسلیت خودم را به تمام آن نفرهایی که در مصیبتی که به سر اونها آمد عرض می نمایم و از الله مهربان دعاگو هستم که خدای مهربان این بندگانی که با قضای الهی این دنیای فانی را پدرود گفتند، خدای مهربان جایشان را جنت جاودانی بگردانی. الله مهربان آن بندگانی که در این مصیبت سلامتی را از دست دادند، در شفاخانه ها هستند، خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان گردانی. خدای آن بندگانی که در این مشکلات، در این مصیبت ضررهای مالی دیدن، خدای مهربان عطا کننده همه آن مال و اموال و هرچی که بنده دارد همه تو هستی. خدایا مال و اموال این بندگانت را هم خدایا بر این بندگانت باز زیاد بگردان. برادران خیلی عزیز و گرامی، مادران، خواهران، حقیقتا امروز در شهر ما، در شهر کولاب ما یک حادثه گویم که در او قضای الهی بود، در او اراده الله رفتگی بود، رخ داد و بسیاری از برادران ما، بسیاری از محبان و مخلصان ما، چه از داخل و چه از بیرون، همگی برای ما حتی یک تعزیه بیان کردن، یک تسلیت بیان کردن در حق همه اونهایی که ضرر دیدن، دعاهای خیر کردن. برادران خواهران خیلی گرامی، الله رحمت کند جناب خواجه حافظ را. میگو فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، زیرا که او نداشت سری دردهای ما. نمرود را ز قدرت ما مملکت رسید، قارون غنی ز قدرت به انتهای ما. ما پروریم دشمن و ما میکشیم دوست، کس را چیز زهره است به چون و چرای ما. حافظ همیشه صبر کن اندر بلا و غم، شاید که او رها کند سر دردهای ما. ما به همه این همشهری های خود ما، به همه آن مردمی که در این مصیبت زیان بالاتان آمد، ضرر بالاتان آمد، مصلحت الله مهربان، مصلحت پیامبر گرامی، مصلحت این عزیزان خدا این است که در این لحظه ها شما صبر کنید. مادران و برادران گرامی، اگر مصیبت، اگر سختی، اگر مشکلات آسان می شد، نام یکی از درهای جنت را صبر نمی گذاشتند. از این لحاظ در این لحظه ها فقط مصلحت همین است که شما صبر برای خودتان پیشه کنین و در همین مشکلات با الله مهربان قهرش نیارین، الله مهربان ناراضگیش نیارین. از دانشمند پرسیدن که وقتی گپ سری صبر زیبا می رود، گپ سری بهترین صبر می رود،
آیا گفته میتونی که زیباترین صبر کدام صبر است؟ ببین بهترین صبر کدام صبر است؟ این دانشمندم بسیار حرفی زیبایی گفت زیباترین صبر، بهترین صبر همون صبری هست که همه سختی و مشکلات در بالای سرت آمد است ولی قلب تو با الحمدلله میگوید. بگذار خواهرها مادرای عزیز، این مصیبتی که بر بالای شما آمد، این مشکلاتی که به بالای شما آمد، این به قضای الهی نیست، این به اراده الله نیست. خداوند ببینید در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. الله را ببینید که در آخر آیت میآید چی میگه؟ الا فی کتاب مبین. خدای مهربان وقتی تقدیر دنیا را وقتی بیان میکند، وقتی الله مهربان میگه یک برگ از درخت وقتی که می افتد از درخت جدا می شود در زمین می زند، بین علم ما در او هست، آگاهی ما در او هست. پس شما تصور کنید که این قدر مصیبت کلانی که بر بالای این بندگانش آمد، الله مهربان چی از این آگاهی ندارد؟ یعنی این قضای الهی بود، این خواست الله بود و در این اراده الله مهربان رفتگی بود. الا فی کتاب مبین. و همه آن حادثه ها، همه آن خوشی ها، هر چیزی که بنده میبیند، الله مهربان میگوید ما را قبلا در کتاب ثبت کردگیم. از این لحاظ مادرها، خواهرای خیلی گرامی، در این لحظه ها که صبر کردن بسیار اجر بلندی دارد، پاداش بلندی دارد، شما این اجر، این پاداش از دست ندید. بین کاری نشود که هم فرزندامون در این مصیبت ای دست رفت یا گوی مجروح شدن، این طرف وقتی که با صبر نمیکنیم، پاداش این صبر، پاداش این اجرهای این صبرم، این مصیبتم، این هم ای دست می رود. یعنی بالای ما دو مصیبت میاد، یک مصیبت نی. بسنده است مادرها، پدرهای عزیز که الله میگه این الله مع الصابرین. الله میگه این الله یحب الصابرین، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله را بین، ذات الله را بینین. الله با همین قدر توانایی بزرگی چی میگه؟ همراه کسانی هستم که همراه کسانی هستم که اونها صبر را پیشه میکنند. الله را بین، دوست میدارم آن کسانی که صبر دارند. خداوند میگه زمانی که من بالای شما یک سختی آوردم، مشکلات آوردم، وقتی در این شما صبر میکنید، بین هیچ عمل ده این قدر اجر و این قدر ثواب من عطا نمیکنم. یعنی اگر ما شبان روزه نماز خوانیم، شبان روزه بگیریم، هر روز 5 وقت در مسجد باشیم، تمام مال و ملک مانه، اگر در راه خدا صدقه هم که کنیم، اگر ثواب هم بگیریم، ولی ثوابش با صبر در مصیبت برابر شده نمیتواند. در یگان عمل خداوند اجر به حساب وعده نکرده است مگر در مصیبت، وقتی که اگر شما صبر داشته باشید. شاعر میگفت در محبت هر کی او دعوا کند، 100,000 امتحان بر وی کند. چون بود صادق کشد بار جفا، چون بود کاذب گریزد از بلا. از این لحاظ من بار دیگر دعاگو هستم که الله مهربان جمیع آن برادران و خواهران گرامی ما که در این قضای الهی، در این لحظه هایی که
این حادثه بالاشون آمد و این دنیا را پدرود گفتین و انشاءالله شما دست خالی به خانه آخرت نرفتین. این حادثه برای شما بسیار هدیه های زیاد آورد، برای شما درجه آورد، برای شما مغفرت گناه آورد. خداوند دعاگو هستم که الله مهربان رحمت و مغفرت تون کنه. خداوند بازم دعاگو هستم که در این لحظه ها برای شما صبر، از نعمت صبر الله مهربان عطا فرماید. خدای مهربان دعاگو هستم که خداوند جمعی بندگان را از هر یک سختی و از هر یک مشکلاتایی که هست نگه بدارید. برادران و خواهران خیلی گرامی، خدای مهربان در قرآن ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. سوره حدید آیت 22. ما چی مصیبت و مشکلات در زمین بیاریم، ببین چی نبودن باران باشد، چی خشک شدن زراعت ها باشد، چی نبستن میوه ها باشد، یا اینکه چی مشکلات و چی مصیبت در جانهای شما، در جسمهای شما بیاریم. الله مهربان میگوید که اینها را ما، یعنی این حادثه را، این سختی ها را، ولی شما به دنیا نآمده ما اینها را لکه ثبت کردگی بودیم. اینها همه نوشته شدن. از این خاطر همه ما هرچی به سر ما الله مهربان نوشته باشد ما اونها را خواهیم دید. فقط یک معامله پیامبر گرامی را که ابن حجر عسقلانی در کتاب منبهاتش میارد، میگه بار این از اصحابش آمد و اصحابش عجایب یک سوال زیبا کرد: کیف اصبحتم؟ شما مقصد چگونه سحر بیگاه می شود، چگونه روزگذرانی دارین، چگونه وقت گذرانی دارین؟ گفتن الحمدلله رب العالمین که الله مهربان این نعمت ایمانی را که بر ما داده است، این نعمت هدایتی را که بر ما داده است، با ایمان و با توفیق و با عبادت روز را سپری میکنیم. پیامبرمان وقتی اینها از نعمت ایمان گپ زدن، از نعمت مسلمانی گپ زدن، از نعمت مؤمنی گپ زدن، حضرت گفت و ما علامت ایمانکم. گفت آدم ایماندار یعنی ایمان به خودش نشانه ها داره. میتونین گفت که نشانه های ایمانداری تونه بگین. اینها در حال گفتن نصبروا علی البلا نشکروا علی الرخا نرضا بالقضا قال انتم مؤمنون حقا. گفتن که در بلا صبر میکنیم، اگر الله مهربان شرایط خوب من بیارد، ببینین در با او شکرگزاری میکنیم و هر قضایی را ببین، هر مقدراتی که اگر در راست بنده آمده باشد در او گفت چی است؟ در او ما راضی هستیم. وقتی اینها را که پیامبر شنید گفت انتم مؤمنون حقا، شما حقیقتا مؤمن بدهید. از این لحاظ به همه برادران و خواهران گرامی، وقتی دعوای ایمانداری و اسلامداری داریم، در این حالت ها ما ببین بازم به قدرت الله مهربان تسلیم شویم، باز هم توانایی الله مهربان را به چشم سر ببینیم که میتواند الله مهربان در یک لحظه برای ما و شما هر یک حادثه ناخوش بیارد. همون حکمت پیغمبر سخنش که استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آنه که مرگ به سراغتان میاد آمادگی داشته باشید، تیاری داشته باشید. ببینین هر لحظه به سر ما هر یک حادثه آمدنش امکان دارد، ولی ما باید آمادگی داشته باشیم، تیاری داشته باشیم که با خودمان خجالت و افسوس و حسرت همراه خودمان به آخرت نبریم.
خداوند در بار دیگر دعاگو هستم که الله مهربان صبر ما نصیب گردانه و جمیع بندگانی در این حادثه گذشتگی را خداوند رحمت و مغفرت کنه. در شهر این بوستانی کلاب ما خداوند فیض و برکات چه نازل کنه، آفت و بلا را دور گردانه. در عوض این قدر مادرها، خواهرها، دادرهایی که از بین ما رفت، خداوند در عوضش باز برای این مردم شریف ما فرزندای را الله مهربان عطا فرمایی که از زمره مثل این بندگان که همه نفرهای خوبه بودن، نفرهای نیکی بودن، همه الحمدلله رب العالمین که بندگی تو را میکردن، خدای مهربان در عوضش برای این مردم ما باز هم از این نعمت فرزند نصیب گردانی. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.